کلی کمسمال سابق و حالا کلی شهر بوستان 16 سال باز آب نداشت. سببش هم فرسوده شدن سد آب نگاهداری و به وجود آمدن رخنه در چند موضع آن گفته می شود. مقامات شهر در 5 ماه آخر آن را بازسازی کرده و عزم دارند تقریبا تا 2 میلیون کوب آب ذخیره نمایند. به گفته شهردار نو، انگیزه این کار چند عامل دارد. کل همچون موضع سیاحی همچون آبانبار همچون ذخیره‌گاه استفاده برده می شود. لیکن حاضر پرابلم اولین درجه ما پر کردن آب کل است. ما چقدر که امکانیت داریم همه آن چاهای آماده‌ای که هست آن برقرار میکنیم، نساس‌ها رو تعمیر کرده به کار انداخته ایستادیم. مساحت کل 24 گکتر است و تا وضع کنونی برای بازسازیش تقریبا 1 میلیون سامانی مصرف گردیده است. حالا به آن از 6 پایگاه آبکشی آب جاری می شود و از روی نقشه بنیاد باید تا فصل گرما کل شهری به حد نهایی پر گردد. بنیاد دیگرباره این کل در حالی است که دو ناحیه کشاورزی ولایت سوخت با نامهای باباجان غفورов و جبار رسولوفی هممرز با قرقیزستان در نزدیکی آن قرار دارد. اکثر زمین‌های کشاورزی این دو ناحیه از کانال خواجه باقرغان آبیاری می‌گردد و سال گذشته به بی‌آبی شدید دچار گردیده بود. سرچشمه آب کشور قرقیزستان است. اونم از طرف قرقیز وارد میشدگی آب به نهایت کم بود. 9000 گهتر زمینی 4000 گهتر زمینی ناحیه باباجان غفورov، قریب 4000 گهتر زمینی جبار رسولوف همین سایه حاجی بقرغان آبیاری کرده میشه. ماه اپریل مای 2 ماه 9000 گهتر 200-300 لیتر آب بود، خلاص آب کم بود. حسابی خوشسالی آمدنی سال تنقیصی شد. رادیو آزادی سال گذشته با مراجعت دهقانان ضرر دیده در این موضوع گزارش تهیه کرده بود و مشاهده می‌گردید که چندین گکتر زمین‌های کشاورزی شهر بوستان هم از بی‌آبی خشک شده بود. رئیس شهر بوستان میگوید که آن زمان چندین گکتر زمین‌های کشاورزی شهر همچون اجاره به خواجگی‌های دهقانی ناحیه باباجان غفورov داده شده بود و همکنون با پیدا شدن ذخیره‌گاه آب زمین‌های کشاورزی را دیگرباره از اجاره ناحیه باباجان غفورov بازپس می‌گیرند. تأمین آب در منطقه‌های نزد مرزی از دشواری‌های اساسی میان تاجیکستان و قرقیزستان نامبر می‌شود. تقسیم آب چند دفعه باعث به سر زدن مناقشه میان دو طرف شده است. هرچند حالا مقامات دو کشور از حل قریب الوقوع بحث مرزی خبر می‌دهند و این مشکل را حل کردنی هستند، ولی بیم دهقانان از خشکسالی آمدن طبیعتی منطقه است. این کل نوبنیاد تا کجا در حل این مسئله یاری می‌دهد وضع و فضا نشان خواهد داد. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر بوستان.